با سلام خدمت دوستان. الان میخوایم که طریقه استفاده از میگر و تست سالم بودن یا معیوب بودن پمپ رو انجام بدیم. دستگاه میگر رو مشاهده میکنید، دو تا پراپ داره و پراپاشو یک پراپ قسمت کام رو به بدنه پمپ سه‌فاز یا الکتروموتور سه‌فاز وصل میکنیم و روی رنج دلخواهمون، حالا با توجه به مقدار توان پمپ این مقدار مشخص میشه، ما روی 500 ولت میذاریم و لوک رو باز میکنیم و اون قسمت پراپ بعدی رو میزنیم که میبینید اینجا مثلا این پمپ اتصال بدنه شده و این پمپ سوخته. لوک رو میبندیم و میریم سراغ فاز بعدی پمپ. باز میکنیم، باز هم صدای بوق میاد و آژیر میزنه که نشون میده پمپ این دو تا فاز سوختن و فاز سوم رو ما تست میکنیم. فاز سوم هم دچار سوختگی شده و در کل این پمپ معیوبه و هیچ گونه مقدار اوهمی به ما نشون نمیده.